سلام دوستان، خوش اومدید به کانال. در این ویدیو گفته میگذارم من به شما درباره تلفن بودجتی که نام دارد سامسونگ گلکسی A03s. دیدن رو سر میکنیم از کامپلکتاسیاش. در کامپلکتاسیاش یک بلوک питания به 15 وات، یک کابل USB Type-C و یک سکریپت دارد. سامسونگ همه وقت اکونوم میکند برای چخول، پلیونکه برای اکران و ناوشنیک. این یک مینوسی سامسونگ میباشد. دیزاینش باشد در پایان تلفن جای برای ضریادنیک، جای برای ناوشنیک 3.5 میلیمتر میکروفون و دینامیک دارد. در طرف راست تلفن باشد кнопка отпечатки пальцев, сканер отпечатки пальцев و кнопка громкости وجود دارد. در طرف چپش باشد سیمولاتور وجود دارد. این دو نانو سیم کارت و یک فلش کارت میگیرد. در طرف بالایش تنها میکروفون دارد. دوستان این تلفن رو خریده میتونید با نرخ ارزان و با گارانتی از اینترنت مگزینی تیف ترند. доставка به تمام روسیه. اگر شما از نام کانال ما خریداری کنید 10% скидка به تمام اکسسوارهاشون میتیم. ссылка در پایان ویدیو. این سمارت فون رو خریده میتونید با 3 رنگ: سیاه، کبود و سفید. корпусش матовий پلاستیک. به این корпус ایزی دست نمیموند. این یک پلوسی دیگرش. دیسپلیش باشد HD Plus، размерش 16 дюйм. این размери دیسپلی رو خیلی قولای استفاده بردن. بمالال دست میرسد تا بالای اکرانه و частоташ فقط به 60 ГГц. درباره производительностьش باشد این تلفن رو شما میتونید خریده با دو وریانتی پامد. یکمش 3 و 32 گیگابایت، دویمش 4 و 64 گیگابایت. من به شما مصلحت میدم که اگر شما همین تلفن رو گرفتن خواهید лучше گرفت 64 گیگابایت نشه، برای اون که 32 گیگابایت یکمش این که کم، دویمش این که نیمی память уже банд میبیاد. 13 گیگابایت уже با اپراتивний система банд شده میبیاد. از коробкаш با اندروید 11 کار میکند. оболочкаш бошад One UI 3.1. процессораш бошад MediaTek Helio P35. این پروسسور اونقدر هم تیز کار نمیکند، لیکن بازی‌های عادی رو بازی کرده میشود با настройки پست. با این تلفن خریدهای خودتان را اپلود کرده نمیتونید، برای اون که NFC ندارد. درباره کامراش باشد 3 کامرا دارد در پشتش. основной 13 مگاپیکسل. دو کامرا دیگرش، یکتاش ماکرو کامرا، دویمش کامرا برای پورتریت. فرانتالی کامراش باشد 5 مگاپیکسل میباشد. باتری این تلفن باشد بسیار کلان است. این به 5000 میلی آمپر چسب میباشد. این باتری را هنگامی اکتیو استفاده بردن، مثلا به социальный сеть تیک تاک، یوتیوب یا که اینستاگرام، 1.5 روز میرسد بمالال. این برای بسیار آدما اوجه میرسد. دوستان همین ویدیو اگر به شما کمتر هم باشد پلیز نشده باشد به کانال ابونه میشین، به این ویدیو لایک میمونیم. اگر یگان سوال داشته باشید به کامنتاری مینویسید، من البته جواب میدم. سلامت باشید، در امان خدا باشید. خیر.